فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عزیز دیگری سوال پرسیدند که سلام بر وصال حق، آیا مرد اگر سنش به 35 سال برسد و ختنه نکرده باشه حکمش چیه و باید چه کار کنه و گناه دارد یا نه؟ این در واقع رسول الله صلی الله علیه و آله در این زمینه می‌فرمایند که این موارد که 10 مورد رو برمی‌شمارند من جمله ختنه کردن رو، اینو از خصال فطرت برشمردن. اینا جزء موارد فطری هست و که انسان‌های که بر فطرت اصل هستند باید این ختنه رو انجام بدن و یک حکم شرعی هست در دین اسلام هم بوده، در ادیان قبل از اسلام هم این وجود داشته و از نظر اصولی حکم این مسئله رو عموم فقها سنت می‌دونند که این ختنه کردن برای مردان در واقع سنت است در هر سنی که باشد. در اینجا شرطی برای سن که در زمان کودکی باشد یا بعد از کودکی در زمان جوانی باشد این معیار نیست و مشخص نشده. منتها اگر کسی مطمئن هست که الان سنش بالا رفته و این عمل برایش ضرر و زیانی رو دارد، از نظر شرعی مجاز هست که ختنه نکند. اما اگر مطمئن هست که به اصطلاح ضرر و زیانی برایش ندارد، حکم شرعی این است که مسنون هست که این کار رو باید انجام بده. حتی بسیاری از فقها معتقد به وجوب ختنه هم هستند.